اگر دستگیری میکنی لایک مون بر رفیقا و دوستات روان کو بذار اجر ثواب بگی. در یاد دارم یک دمی صدوات بود بریگادیروی که در صدوات هسته گوش کنی گپی مرا گوش کنی. میفهمم که ناراحت میشه از این حرفا ولی بفهمی در بین شما بچهای خوب هست من نمیگم نیست لیکن متاسفانه در بین شما ظالم بسیار است. ظالم در حق مهاجرا ظلم میکنی در حق هم گروسچیکا و عرب کشا بسیار ظلم میکنی. الله هدایتتان کنه. البته همه نه هست در بینتون خوب مدام عام گپ نمیزنیم ولی متاسفانه امروز مردم از شما زیاد شکایت میکنن. حتی خودم در مسکو بودم الحمدلله من قچمو کار نکردم ولی بعضیات تا زیاد میشناختم. حتی بعضی ملاها در حق هم مردم ظلم میکردی. ملا بودی قاری بودی در حق مردمی بیچاره گروسچیک رو بکش ظلم میکردی. این چیز حقیقت است. بله میترسونی چون که اگر پول نتی عربا را میگیرن به عربا کش دیگر میتون بیچاره بار میکرد بارا بگیره ببره میگفتی تو بارا نبر بارا دیگه کس ببره 100 سم شما بیار وقت 100 سم پول بود. بله این چیز هست 100% هست. بله در دارم یک بریگادیر در حق مردم ظلم میکرد ظلم میکرد. فرزنددار شد فرزندش اینوالید بود یک عمر پشت هم کودک میگشت میبردش نزدی بلیتسش میبرد پیش ملاهاش میبرد اینجا میبرد اوجا میبرد در بدر شد در بدرش الله ببینه الله عتابش کرده بود با هم یک فرزند. حق مردم نخو ظلم نکو الله همه گناه همه بخشه لیکن حق مردم نمیبخشه. امروز تو ظلم بکنی یک بریگادیر شده تو یک بریگادیر تو رئیس بزرگ نیستی با یک بریگادیر شدن تو در حق مردم قدر ظلم میکنی حقوق مردم میخری. فکر نمیکنی که الله سبحانه و تعالی جزات میده در حیات برکت نمیبینی. ولی بچم گپ من نمیگیره زنم گپ من نمیگیره سلامتیم خوب نیست ناراحت هستم عصبم ناراحته گپ هیچ کار گوش کردن نمیتونم. آقا گوشت و پوستت به حرام تربیت یافته تو تربیت به حرام تربیت کردی. توبه کن اصلاح شو به سوی الله برگرد حق مردم گردان. انا ببین که راحت میکنی